ارجگذاری به تاریخ پرافتخار و آموزش عمیق و همه‌جانبه کارنامه‌های شایسته نیاگان ملت تاجیک، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و شناخت بیشتر نقش ملت کهن‌بنیاد و فرهنگسالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2023 با افتخار 115 سالگی اکادمیک باباجان غفورов آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار کرده می شود. آزمون در بین اهالی مملکت از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان، نمایندگان کسب و کار گوناگون و دیگر طبقه‌های اهالی کشور با استثنای آموزگاران فن تاریخ همه زینه‌های تحصیلات و عالمان و محققان ساحه تاریخ دایر گردیده از 4 دور عبارت می‌باشد. دور یکم ماه فوریه در مؤسسه‌های تعلیمی و تشکیلات و مؤسسه‌های مقامات خوداداره‌کنی شهرک و دهات. دور دوم ماه ایون در مرکز شهر و ناحیه‌ها با استثنای شهر دوشنبه. دور سوم نیمه دوم ماه سپتامبر در مرکزهای ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری. دور چهارم نیمه یکم ماه دکبر برای غالبان جایهای یکم، دوم و سوم در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان. طلبات به اشتراکچیان آزمون از اینها عبارت می باشد: دانش مفصل دایر به اثر تاجیکان و مؤلف آن اکادمیک باباجان غفورov، قابلیت نقل و تفسیر واقعه‌های تاریخی دوره‌های معین، بیان لحظه‌های مهم اثر، قابلیت سخندانی و سخنرانی، اساسناکنی رویدادهای تاریخی و نقش آنها در تاریخ خلق تاجیک، دانستن صحنه‌های مهم تاریخی، دوره‌های تاریخی و چهره‌های تاریخ‌ساز خلق تاجیک، معلومات دایر به یادگاری‌ها و موضوعهای تاریخی که بیانگر تاریخ باستانی ملت تاجیک میباشند، دانستن سرچشمه‌های تاریخی و اثرهای علمی و بدیعی آید به تاریخ چندین هزار ساله ملت تاجیک. برای معلومات مفصل به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با تلفن‌های 904 29 22 66 2 25 84 26، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان با تلفن 2 21 40 65 2 21 15 11، با اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان با تلفن 2 21 37 42 2 21 20 93، کتابخانه ملی تاجیکستان 2 21 06 32 2 21 89 76 2 21 02 76 مراجعت نمایید. معلومات مفصل را در سامانه‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و کتابخانه ملی تاجیکستان پیدا خواهد کرد.